سلام، خوش اومدید به قسمت دوم فصل اول ریاضی ششم. توی سالهای قبل با عدد نویسی آشنا شدیم و فهمیدیم که چگونه یک عدد بزرگ رو بخونیم. برای مثال یک عددی داشته باشیم 24 76 59 170. این عدد رو میخوایم بخونیمش. چجوری باید بخونیم؟ اولین کار اینه که تبدیلش کنیم یا جایگذاریش کنیم توی جدول ارزش مکانی. جدول ارزش مکانی چجوریه؟ من جدول ارزش مکانی رو میکشم. ببینید جدول ارزش مکانی یه اینجور جدولی هست که هر کدوم از این قسمت ها 3 قسمت هست. برای اولش 3 قسمت هست، هر کدوم از این قسمت ها هم خودشون 3 قسمت هستند. خب حالا اینجا یکان ها هست، اینجا یکان، بعدی دهگان، بعدی صدگان. درسته؟ بعد از اینکه یکان دهگان صدگان تموم شد وارد هزار میشه. یکان هزار، دهگان هزار، صدگان هزار. بعد از هزار وارد میلیون میشیم. میلیون، یکان میلیون، دهگان میلیون و صدگان میلیون. اگر این عدد رو بزرگترش کنیم، من چند تا قسمت دیگه هم بهش اضافه میکنم. مثلا 607 هم به اولش اضافه کردم. این جدول رو من ادامه میدم. بعد از جدول میلیون ها اول یکی ها، بعد هزار، بعد میلیون، بعد از میلیون میرسیم به میلیارد. خب یکان میلیارد، دهگان میلیارد و صدگان میلیارد. حالا این جدول ارزش مکانی رو کشیدیم و برای هر عددی که گفتن شما بخونید تا جایی که اون روشی، اون تکنیک، اون نکته‌ای که بهتون گفتم جلوتر میگم اون رو نخوندید، تا جایی که اونو نگفتن از این استفاده باید کنید. چجوری؟ ببینید این رو میکشید 1 2 3 4 تا قسمت که هر قسمت 3 تا بخش داره. یکان دهگان صدگان، قسمت هزارگان یکان هزار، دهگان هزار، صدگان هزار. قسمت میلیون ها یکان میلیون، دهگان میلیون، صدگان میلیون. قسمت میلیارد ها یکان میلیارد، دهگان میلیارد و صدگان میلیارد. خب این رو کشیدیم، عدد رو جایگذاری کردیم. حالا میخوایم بخونیمش. چجوری بخونیم؟ ببین ما گفتیم 4 تا قسمت داره. درسته؟ من قسمت ها رو پررنگ کنم. این قسمت، این قسمت و این قسمت و این قسمت. خب شد 4 تا قسمت اصلی. حالا این عدد 3 تایی ببین، 3 تاشو بخون میشه 607. درسته؟ خب اینجا 607 چی؟ میلیارد. درسته؟ 607 میلیارد. من می نویسمش 607 میلیارد. بعد از اینکه 607 میلیارد رو خوندی یه و میذاری 607 میلیارد و. خب حالا میرسیم به بخش بعد. بخش بعد رو بخون. 247 چی؟ میلیون. 247 میلیون. 607 میلیارد و 247 میلیون. خب این قسمت هم خوندیم. بریم قسمت بعدی. 659 هزار. دوباره می نویسم 659 هزار. ببین
من اینجا یه اشتباهی کردم. اگر فهمیده باشی یعنی که تا الان عالی یاد گرفتی. 607 میلیارد و 247 میلیون و این و یادت نره، خیلی مهم هست که بین این قسمت ها حتما و بذاری. خب 247 میلیون و 659 هزار و چند؟ 170. اینجا دیگه بالاش چیزی نمی‌نویسیم، 170. تموم شد. 170. به همین راحتی تونستیم عددی به این بزرگی رو که 12 تا رقم هست بخونیمش. درسته؟ بازم مثال بزنیم از این جدول ارزش مکانی خیلی راحت. خب من اینجا یه عدد نوشتم. چند رقم هست؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 رقم هست. این 11 رقم رو بخوایم توی جدول ارزش مکانی جایگذاری کنیم و سپس با حروف بنویسیم. خب چیکار میکنیم؟ ابتدا اولین کار اینه که جدول ارزش مکانی رو میکشیم. چجوری؟ ببینید گفتم چند قسمت هست؟ 4 قسمت. درسته؟ 4 قسمت اصلی هست. چیزی نمی‌نویسیم. هزار، میلیون و میلیارد. درسته؟ چیزی نمی‌نویسیم. هزار، میلیون، میلیارد. حالا هر کدوم از این قسمت ها چند قسمت قرار بود کنیم؟ 3 قسمت. درسته؟ 3 قسمتش میکنیم. این 3 قسمت، 3 قسمت، 3 قسمت و این یکی هم 3 قسمت شد. خب الان کافیه چه چیزایی رو بذاریم؟ یکان، دهگان، صدگان ها رو. یکان، دهگان، صدگان. توی قسمت هزار یکان هزار، دهگان هزار، صدگان هزار. یکان میلیون، دهگان میلیون، صدگان میلیون. یکان میلیارد، دهگان میلیارد و صدگان میلیارد. خب این از جدول ارزش مکانی. حالا میخوایم عدد رو جایگذاری کنیم. چجوری جایگذاری کنیم؟ ببینید از سمت راست، از سمت راست شروع میکنیم، به سمت چپ میایم و جایگذاری میکنیم. ببین 2 میاد اینجا، بعدی 5 هست. 1 2 3 تا صفر داریم. 1 2 3. درست؟ 7 داریم، 4 داریم، 0 داریم، 9 داریم، 0 داریم و 3 داریم. به همین راحتی این جایگذاری شد. پس از سمت راست شروع میکنیم، جایگذاری میکنیم که به آخرین عدد برسیم. حالا قرار هست که ما این رو بخونیم. چجوری بخونیمش؟ یه بار توضیح دادم. چجوری؟ میای اولین از سمت چپ، قسمت میلیارد ها که میگن این قسمت ها هرچه به سمت چپ میایم ارزش مکانی بیشتر میشه. ارزش مکانی بیشتر میشه یعنی چی؟ یعنی این 5 ارزش مکانیش بیشتر از 2 هست. این 0 ارزش مکانیش بیشتر از 5 هست. درسته؟ این 9 ارزش مکانیش کمتر از این 0 هست. پس مربوط به عدد یا اون رقم نیست. درسته این 9 از 0 بزرگتره، اما ارزش مکانی 9 کمتر از ارزش مکانی 0 هست. ارزش مکانی 9 چیه؟ صدگان میلیون هست. ارزش مکانی 0 چیه؟ یکان میلیارد هست. پس قسمت ارزش مکانی هم شما یاد گرفتید. اگر بگن ارزش مکانی عدد 7 چی هست، شما میگین صدگان هزار. درسته؟ خب این از این. ارزش مکانی 4 چی هست؟ یکان میلیون. به همین راحتی. خب حالا از سمت چپ شروع میکنیم به خوندن. چجوری؟ 3 تا 3 تا. ببین این قسمت 3 تا هست که یکیش اینجا نوشته نشده، مشکلی نیست. درسته؟ اینجا مشکلی نیست نوشته نشده. حالا این رو بخونیم. اگر حالا اینجا هم فکر کنید 0 وجود داشت،
خب صفر رو نمی نویسن ولی اما صفر میذاریم. اینو الان اینو بخونیم چند میشه؟ 30 میشه. درسته؟ این صفر خونده نمیشه. 30. درست؟ 30 چی؟ 30 میلیارد. 30 میلیارد و 904 میلیون. سه تا قرار شد بخونیم. 30 این سه تا هست. میلیارد و 904 میلیون و 700,000 و 52. اینجا چی خونده میشه؟ 52 خونده میشه. پس اوکی؟ خب حالا نوبت نوشتنش هست. من این پایین رو یه خورده پاکش کنم و فارسیشو بنویسم. قرار هست که این رو به حروف بنویسیم. چی؟ همون چیزی که خوندیم رو باید بنویسیم. چی شد؟ 30 میلیارد. پس بنویسیم 30 میلیارد. و یادت نره اینجاها، ببین اینجایی که پررنگ میکنم بین 1000 میلیون میلیارد، این یکانم یادتون باشه. بین اینا که پررنگ کردم وقتی از این رفتی اونور و بذار 30 میلیارد، از این میخوای به اونور و 904 میخوام 904 چی؟ میلیون. از این میخوام برم اونور و میذارم 700,000 700,000. از این میخوام برم اونور و میذارم. این چیه؟ 052 چی خونده میشه؟ 52. 52 تمام شد. 30 میلیارد و 904 میلیون و 700,000 و 52. به همین راحتی این قسمت هایی که این عدد هایی که صفر زیاد دارن سخت نیست. اگر بتونی قشنگ این سه تا رو بخونی به راحتی میتونی این عدد هایی که صفر دارن رو بخونی. چون بعضی از عدد ها که صفر زیاد دارن بچه‌ها گیج میشن. شما دیگه با این تکنیک گیج نمیشین. یه سوالی آوردیم که بدون اینکه جدول ارزش مکانی بکشیم میخوایم این رو بخونیم. خب چجوری؟ ببینید اولین کار چی کار میکردیم توی جدول ارزش مکانی؟ می اومدیم سه تا جدا میکردیم. درسته؟ 4 تا قسمت ستایی داشتیم. اوکی. خب اینجا قراره که این عددمون سه تا رقم ها رو جدا کنیم. این سه تا یه دونه اینجوری میذاریم، این یکی سه تا، این یکی سه تا. درسته؟ خب سه تا من اومدم عددها رو جدا کردم. این عدد هم میبینیم که صفر زیاد داره. بعضی از عددها هست که صفر زیاد داره، بعضی دانش آموزا سختشون میشه خوندنش. حالا ببینید سه تا که ما جدا کردیم، درسته اولی اسم نداشت، یادتون بیارید اولی اسم نداشت، دومی چی بود؟ 1000 بود، سومی میلیون، چهارمی میلیارد. درسته؟ پس اینجا چیزی ننویس. اینجا توی ذهنت 1000 یادت باشه، توی ذهنت، چون میخوایم دیگه این رو بدون اینکه چیزی بالاش بنویسیم بتونیم بخونیم. پس اینجا شد 1000. اینجا چی شد؟ میلیون. اینجا چی شد؟ میلیارد. میلیون و میلیارد رو جابجا نکنی. خب 1000 میلیون میلیارد. درسته؟ خب الان میخوایم بخونیمش. چی میخونیم؟ 960 میلیارد و این سه تا صفره چیزی میخونیم؟ نه، صفر دیگه. 960 میلیارد و اینجا چیزی نمیخونیم، 504,000 و یک. تمام شد. چی شد؟ 960 میلیارد و 504,000 و یک. درست؟ خب اینجوری می نویسیم 960
میلیارد و میلیون ها چون چیزی نداره، عددی نداره، فقط صفر هست، چیزی خونده نمیشه. یه نکته خیلی مهم هست. 960 میلیارد و 504 هزار و چی؟ یک. درسته؟ به همین راحتی تونستیم این رو بخونیم. دیگه گیج نمیشیم وقتی صفر زیاد داره. پس بدون اینکه جدول ارزش مکانی بکشیم هم تونستیم اینو بخونیم. هزار، میلیون و میلیارد یادتون باشه. یه مثال خیلی خوب که ارزش مکانی رو برای ما به راحتی میتونه توضیح بده. در عدد این عدد بخونیمش؟ بله میخونیمش. قرار با چیکار کنیم؟ آیا جدول ارزش مکانی بکشیم؟ نه. سه تا جدا میکنیم. این سه تا من جدا کردم، این سه تا جدا کردم و این سه تا هم جدا کردم. خب میخونیمش. چی میخونیم؟ این بالاش هیچی نمینویسیم، بالاش هزار توی ذهنمون، بالای این میلیون و اینجا میلیارد. چی میخونیم؟ 1 میلیارد و 23 میلیون و 456 هزار و 789. درست؟ خب در این عدد الف ارزش مکانی رقم صفر چی هست؟ ببینید رقم صفر زیرش خط بکش. ارزش مکانیشو میخواد. ارزش مکانیشو توضیح دادم. چی میشه؟ ببین توی این قسمت چی هست؟ قسمت ببین اینجا یکانها بود، اینجا هزار بود، اینجا میلیون بود و اینجا میلیارد. درسته؟ خب رقم صفر چی ارزش مکانیش؟ یکان، دهگان، صدگانی که می نوشتیم یادتون هست؟ یکان، دهگان، صدگان چی هست؟ صفر میشه صدگان میلیون. درسته؟ صفر میشه صدگان میلیون. پس ارزش مکانی رقم صفر چیست؟ میشه صدگان میلیون. صدگان میلیون. خب به کدام رقم ارزش مکانی کمتری داره؟ گفتم که توی این عددها هرچه از سمت راست، نکته مهم، هرچه از سمت راست به سمت چپ بیایم ارزش مکانی بیشتر میشه. از سمت راست به سمت چپ بیایم ارزش مکانی بیشتر میشه. یعنی ارزش مکانی عدد 6 از ارزش مکانی عدد 2 کمتر هست. ارزش مکانی عدد 3 از ارزش مکانی عدد 8 بیشتر هست. درسته؟ کاری به رقمش نداشته باش. رقم 3 و 8 درسته 8 بزرگتر هست، اما توی این عدد ارزش مکانی فرق میکنه. ارزش مکانی با رقم اشتباه نگیر. خب سوال، کدام رقم ارزش مکانی کمتری دارد؟ کمترین ارزش مکانی یکان ها هست دیگه. یکان. درسته؟ یکان این عدد چیه؟ 9 هست. درست؟ پس 9 ارزش مکانی کمتری داره. با اینکه عدد 9 میدونیم از همشون بزرگتر هست، اما ارزش مکانیش پایین هست. این دوتا رو با هم جابجا نگیرید. خیلی خیلی مهم هست. پ کدام رقم دارای بیشترین ارزش مکانی هست؟ رقمی که سمت چپ هست، از همه چپتر هست، ارزش مکانی بیشتری داره. کدوم یک از اینا از همه چپتر هست؟ از همه بیشتر هست؟ 1. درسته؟ 1 از همه ارزش مکانی بیشتری داره. ارزش مکانیش چیه؟ یکان میلیارد. درسته؟ اینجا یکان هست. یکان میلیارد. پس کدام رقم دارای بیشتر ارزش مکانی است؟ می‌نویسیم عدد 1. درسته؟ خیلی خیلی قشنگ اومد که
ارزش مکانی رو بهمون بفهمونه که ارزش مکانی با رقم فرق میکنه. عدد 9 میبینیم اینجا کمترین ارزش مکانی داره، اما در بین این اعداد عدد 9 از همه بزرگتر هست. این دوتا رو با هم جابجا نگیرید. یه سوال آوردیم، به رقم بنویسید 98 میلیارد و 63 میلیون و 21. به حروف نوشته، میخوایم به رقم بنویسیم. ابتدا فکر میکنید توی جدول ارزش مکانی هست. جدول ارزش مکانی رو توی ذهنت بیار، یا من بکشمش اینجا، مشکلی نیست، میکشیمش و بعد اونجوری که نیاز بود، یعنی بدون جدول ارزش مکانی براتون توضیح میدم. اول ارزش مکانی رو ببینید. جدول ارزش مکانی چند تا بود؟ 4 تا قسمت داشت، درسته؟ قسمت اولی چیزی نمی نوشتیم، قسمت دوم 1000 بود، قسمت سوم میلیون بود، بعدی هم میلیارد. حالا هر کدوم از اینا یکان، دهگان، صدگان داشت، درسته؟ یکان، دهگان، صدگان، یکان، دهگان، صدگان. خب چجوری بنویسیمش؟ ببینید اینجا 98 میلیارد. توی قسمت میلیاردها باید اینو بنویسیم. این قسمت میلیاردها چند تا قسمت داره؟ 3 تا بخش داره. این 3 تا بخش باید 98 رو داخلش بنویسیم. 98 چجوری بنویسیم؟ 98 این که دیگه کامل بلدید، برای کلاس دوم هست. خب 98 رو بنویسیم. 98 میلیارد تا اینجا نوشتیم. این و چیه؟ و اینجا هست که من گفتم وقتی رسیدین به این میخواستین رد کنین و بذارید. پس تا اینجا ما نوشتیم. این خطایی که من میکشم توی شما نکشید، فقط میخوایم بدونیم که تا اینجا نوشتیمش. 98 میلیارد و 63 میلیون. توی میلیون ها باید عدد 63 رو بنویسیم. 63. خب قراره که این اولی از سمت چپ اشکالی نداره، 3 رقم باشه، 1 رقم باشه، 2 رقم باشه، مشکلی نداره. اما اینجا توی میلیون ها، هزار و یکان باید حتما 3 رقم داشته باشیم. این 63 چند رقم هست؟ 2 رقم هست. حالا اگر 3 رقمش کنیم صدگانش رو 0 میذاریم، درسته؟ خب صدگان 0 میشه. چی شد؟ 63 میلیون و این و هم گفتیم این هست، تا اینجا نوشتیمش. و 21 چیزی نداره بعدش، 21 هزار که نیست اینجا بنویسیم، 21 رو باید اینجا بنویسیم چون چیزی بعدش نیست. پس 21 اینجا نوشته میشه. حالا گفتم که این میلیارد اشکال نداره 1 رقم باشه، 2 رقم باشه یا 3 رقم، مشکلی نیست. اینجا 2 رقم هست، اما بعدی ها حتما باید 3 رقم باشن. اینجا 3 رقم هست. هزار هیچی رقم ننوشتیم، باید چی کار کنیم؟ 3 تا رقم می نویسیم، 0 میذاریم. این 21 نوشتیم، 3 تا میذاریم، تمام شد. درسته؟ همش 3 تایی هست، فقط این یکی هم استثناء داریم. خب چی شد؟ میخونیمش ببینیم مثل این هست یا نه. 98 میلیارد و 63 میلیون و هزارها چیزی نداره نمیخونیم. 63 میلیون و 21. تمام شد. به رقم نوشتیم. خیلی راحت و ساده و آسون. مبحث بعدی در مورد گسترده نویسی عددها هست. چگونه یک عدد رو به صورت گسترده بنویسیم؟ ببینید برای مثال عدد 473 این رو میخوایم به صورت گسترده بنویسیم. چجوری؟ مساوی با 473 فکر کنید توی جدول ارزش مکانی میخوایم بذاریم. خب این 3 رقم هست، همون جدول ارزش مکانی که قبلا خوندید، یکان، دهگان، صدگان، درسته؟ اینجا دیگه میشه قسمت هزارها که دیگه میتونیم ادامش بدیم، اما نیازی نیست، ما 12 تا رقم که اینجا نداریم که اون جدول ارزش مکانی بزرگه رو بکشیم. پس چی شد؟ تا همینجا کافیه. 473 اینو میذاریم توی
جدول ارزش مکانی. درست؟ خب 473 رو گذاشتیم. باید چیکار کنیم؟ میخوایم گسترده‌شو بنویسیم. خیلی مهم هست. چیکار میکنیم؟ ببینید از سمت چپ شروع میکنیم. عدد 4 رو مینویسیم و عددهای بعدیشو صفر بذار. چند تا صفر؟ 2 تا صفر. به اضافه عدد بعدی چیه؟ 7. 7 رو مینویسیم. عددهای بعدی صفر میشه. صفر میشه. تموم شد. به اضافه 3 رو مینویسیم. عددهای بعدی صفر میشه. آیا عددی بعد از این وجود داره؟ نه وجود نداره. پس صفری اینجا گذاشته نمیشه. پس چی شد؟ جدول ارزش مکانی رو میکشیم. عدد میذاریم. عددهای بعدی صفر میشه. عدد به اضافه یادتون نره. به اضافه میذاریم. عدد میذاریم. عدد بعدی صفر میشه. به اضافه یادتون نره. عدد میذاریم. عددهای بعدی اگر وجود داشته باشه صفر میشه. اگر وجود نداشته باشه پس چیزی نمی‌نویسیم. بازم مثال بزنیم که بهتر بفهمیم. یه مثال خیلی خوب آوردیم که بتونیم کامل این گسترده نویسی رو تمومش کنیم با همین مثال. خب این عدد رو آوردیم، گفته که گسترده نویسیشو بنویس. خب این عدد رو میخوایم گسترده کنیم. چه جوری؟ اولین کار اینه که توی جدول ارزش مکانی بذاریم، یا میتونیم توی جدول ارزش مکانی هم نذاریم، همون چیزی که گفتم توی ذهنت بذار، 3 تا جدا کن و بالاش یه چیزی بنویس، اونجوری هم میشه. حالا برای اینکه ما بفهمیم که چه جوری این رو گسترده نویسیش کنیم، من جدول ارزش مکانی رو میکشم. اما شما میتونید تمرین زیادی داشته باشید که جدول ارزش مکانی دیگه نیاز نباشه بکشید. خب چجوری؟ جدول ارزش مکانی رو من اینجا میکشم. این بالاش چیزی نمینویسیم، فقط یکان، دهگان، صدگان داریم. اینجا هزارها هست، اینجا میلیون هست و اینجا میلیارد هست. یکان، دهگان، صدگان این یادمون نره. یکان، دهگان، صدگان. اینجا هم همینطور یکان، دهگان، صدگان و اینجا هم یکان، دهگان و صدگان هم که چیزی نداره. خب این از جدول ارزش مکانی برای این عدد کشیدیم. اون جاهایی که اومده 3 تا جدا شده پر رنگش کنیم، مثل اینجا، مثل اینجا و مثل اینجا پر رنگش کردم که بهتر ببینیمش. خب چی کار میکنیم؟ میخوایم گسترده بنویسیم. این عدد رو میخوایم گسترده بنویسیم. از سمت چپ شروع میکنیم و عدد مینویسیم، بقیه رو صفر میذاریم. به اضافه عدد مینویسیم، بقیه رو صفر میذاریم. خب ببینید عدد 1 رو مینویسیم، بقیه صفر، بقیه همه تبدیل به صفر میشن. چند تا عدد داریم؟ 1 بعد از عدد 1 ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا صفر داریم. پس 10 تا صفر جلوی عدد 1 میذاریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام شد. به اضافه عدد رو می نویسیم، بقیه رو صفر میذاریم. خب حالا این عدد صفر هست. اگر عدد صفر رو من اینجا بنویسم و اینها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا صفر هم بذارم جلوش، فکر کنید 9 تا صفر هست. خب 9 تا صفر بذارم جلوش، این عدد چیزی خونده میشه؟ نه نمیشه. پس این نیازی نیست بنویسیم. هر جا عدد اولی که اینجا میخوایم بذاریم اینجا صفر بود، نیازی نیست بنویسید. درست؟ پس این قسمت رو من پاکش کنم. چی شد؟ اینجا 1 رو گذاشتیم، بقیه عددها همه صفر شدن، آوردیم جلوش. به اضافه این صفر گفتم چون صفر میذاریم و بقیه همه صفر هستن و صفر هم خونده نمیشه، پس نمی نویسیمش. این صفر تمام شد. بعدن رسیدیم به این صفر، دوباره همینطور. این صفر همینطور. صفرها رو ننویسید. این یه نکته. خب بعد از صفر چیه؟ 3 هست. 3 رو می نویسیم.
عددهای بعدی همه صفر. بعد از عدد 3 چنه؟ 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 تا عدد صفر باید بنویسیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام شد رفت. به اضافه بعد از عدد 3 6 هست. 6 رو می نویسیم. بعد از عدد 6 چند تا صفر باید بذاریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا صفر. 1 2 3 4 5 6 7 تا صفر. خب بعد از عدد 6 9 هست. 9 رو می نویسیم. اینجا یادتون به اضافه یادتون نره 9 هست، چون جا نداشت من دیگه اومدم اینور. 9 هست. 9 رو می نویسیم. چند تا عدد بعد از 9 هست؟ میشماریم. 1 2 3 4 5 6. 6 تا هست. 6 تا چی می نویسیم اینجا؟ صفر می نویسیم. 4 5 6. به اضافه، این به اضافه ها یادتون نره. بعد از عدد 9 چی داریم؟ صفر داریم. صفر قرار شد چی کارش کنیم؟ حذفش کنیم. صفر دیگه نمی نویسیم. بعد از عدد صفر چی داریم؟ 7 داریم. 7 رو بنویسیم. چند تا عدد بعد از 7 هست؟ 1 2 3 4. 1 2 3 4. درسته؟ به اضافه یادتون نره. بعد از عدد 7 صفر داریم. صفر نمی نویسیم. بعد از صفر دوباره صفر داریم. صفر نمی نویسیم. بعد از عدد صفر چی هست؟ 3 هست. پس 3 رو می نویسیم. بعد از 3 چند تا عدد هست؟ یه دونه. یه دونه صفر میذاری جلوش. به اضافه بعد از عدد 3 چی هست؟ 6 هست. 6 رو می نویسیم. بعد از عدد 6 آیا عددی داریم؟ نه. پس جلوی 6 نیازی نیست صفر بذاری. تمام شد. همین گسترده این عدد شد این. به همین راحتی اگر به شما این عدد بزرگ رو بدن، به راحتی میتونید توی جدول ارزش مکانی بذارید و گستردهش کنید. مبحث بعدی در مورد نوشتن عددها با رقم یا کارت هست. یعنی چی؟ ببینید بعضی از سوالات هست که بهتون مثلا میگن با عدد 1 5 7 0 9 یک عدد 5 رقمی بسازید که اینجور سوالات رو میبینید. حالا اینها چجوری باید اون عدد رو بنویسیم؟ بزرگترین عدد 5 رقمی با این عددها بنویسید. بزرگترین عدد 5 رقمی با این کارت ها بنویسید. این یعنی چه؟ بریم جلوتر ببینیمش. ببینید 2 تا سوال براتون آوردم که فرق بزرگترین عدد 3 رقمی با اعداد و بزرگترین عدد 3 رقمی با کارت ها رو ببینید. توی اعداد ما تکرار رقم رو مجاز هستیم، میتونیم انجام بدیم. حالا یعنی چی؟ توضیح میدم. توی کارت ها نمیتونیم تکرار رقم انجام بدیم. حالا ببینید بزرگترین عدد 3 رقمی با اعداد 3 6 9. بزرگترین عدد 3 رقمی که میتونیم بنویسیم چی هست؟ با این 3 تا عددها یه عدد من بنویسم 963. به نظرتون این بزرگترین عدد 3 رقمی هست که با این عددا میتونیم بنویسیم؟ نه. چرا؟ چون که وقتی میگه اعداد تکرار مجاز هست. یعنی شما میتونید یکی از این عددها رو بگیرید و تکرارش کنید. درسته؟ 963 نیست. چی هست؟ 999 هست. نگفته حتما 3 و 6 و 9 داخلش باشه. گفته با این عددا چیکار میخوای کنی؟ یه عدد رو 3 بار تکرار میکنی، میشه 999. پس وقتی گفت بزرگترین عدد 3 رقمی با اعداد اینها میتونید شما تکرار کنید، مگر اینکه خودش اینجا بنویسه تکرار مجاز نیست. اگر خودش اینجا نوشت شما دیگه نمیتونید عددی رو تکرار کنید، باید حتما این عددها داخلش باشه. عددی تکرار نمیشه. اگر نوشت تکرار مجاز نیست شما باید 963 رو بنویسید. پس اگر از تکرار صحبتی نکرد یعنی تکرار مجاز هست. اعداد گفت
تکرار مجاز هست، مگر اینکه خودش بگه. اما وقتی کارت بده، شما 3 تا کارت توی دستتون هست، یه 6 دارین، یه 3 دارین، یه 9 دارین، درسته؟ میخواین این 3 تا رو جوری پشت سر هم قرار بدید که بزرگترین عدد رو برای ما بسازه. 3 تا کارت داریم، 6 9 3. چجوری میتونیم اینا رو جلو هم قرار بدیم که بزرگترین عدد رو بسازه؟ ما اینجا نمیتونیم تکرار رقم کنیم. چرا؟ چون یه دونه کارت 9 بیشتر نداریم، یه دونه کارت 6 بیشتر نداریم، پس اینجا تکرار مجاز نیست. اینجا چی بود؟ تکرار مجاز بود، تکرار مجاز است. اینجا چی بود؟ تکرار مجاز نیست. چرا؟ چون کارت داری، کارتتو گذاشتی دیگه، اون کارت رو نداری، درسته؟ فکر کنید 3 تا کارت توی دست من هست، من کارت 9 رو میذارم اینجا، دیگه کارت 9 توی دست من نیست، کارت 3 و 6 توی دست من هست، درسته؟ پس اینجور شد. پس توی بالایی وقتی گفت اعداد تکرار مجاز هست، مگر اینکه خودش بنویسه تکرار مجاز نیست، درست؟ و وقتی اسم کارت آورد تکرار مجاز نیست، دیگه نمیتونید تکرار کنید. حالا بزرگترین عدد 3 رقمی با کارت های 6 9 3 بخوایم بنویسیم، اولینش بزرگترین عدد رو میذاریم. بزرگترین عدد چیه؟ 9 هست، پس کارت 9 گذاشته میشه. بعدش چیه؟ 9 رو برداریم، اگر 9 دیگه نباشه بین 6 و 3 کدومش بزرگتره؟ 6 بزرگتره دیگه. بعدش هم که میشه 3. پس 963 بزرگترین عدد 3 رقمی هست که با این کارت ها میتونیم بنویسیم. پس مجاز بودن تکرار یا مجاز نبودنش مهم هست که شما بدونید عدد نوشته یا کارت. حالا همون مثال بهش عدد اضافه کردم. بزرگترین عدد 3 رقمی با اعداد 7 3 6 9. بزرگترین عدد 3 رقمی با کارت های 4 6 9 3 میخوایم بسازیم. چی کار میکنیم؟ اول بزرگترین عدد 3 رقمی با اعداد این. چه نکته‌ای گفتم؟ گفتم نکته اینه که اینجا میتونید حتما میتونید تکرار کنید. عدد 9 رو میتونید تکرار کنید، گفته 3 رقم، حواستون باشه. 999 تمام شد، درست؟ خب پس جواب این میشه این. بعدی بزرگترین عدد 3 رقمی با کارت های، کارت داده بهمون، کارت تکرار مجاز نیست. با کارت های 4 6 9 3 عدد چند رقمی میخواد؟ 3 رقمی میخواد، یعنی 3 تا از اینا رو باید بذاریم، درسته؟ این وجه 3 تا از اینا رو باید بذاریم. خب بزرگترین کارت کدومه؟ چون گفته بزرگترین عدد، بزرگترین کارت 9. 9 میذاریم. بعد از 9 کدومش بزرگتره؟ 6 3 4. 6 بزرگتره، 6 رو میذاریم. و بین 3 و 4 کدومش بزرگتره؟ 3 تا رقم میخوایم بنویسیم، بین 3 و 4 بزرگتر. 964. نه یا این 3 رو هم اینجا بنویسیم، میشه 9643. گفته 3 رقم، پس این نمی نویسیش، میشه 964 به همین راحتی. حالا ببینید سوال اول که گفته بزرگترین عدد 3 رقمی با اعداد 7 3 6 9 بسازید، جواب شد 999. اگر من می اومدم توی سوال می نوشتم تکرار مجاز نیست، شما چی کار میکرد؟ اینجا دیگه خودش گفته تکرار مجاز نیست، نباید عددی رو تکرار کنیم، یعنی باید این عددها رو بذاریم. 2 تا 9 نباید توی عددمون باشه، 2 تا 6 نباید باشه، 2 تا 7 نباید باشه. خب چی شد؟ بزرگترین عدد 3 رقمی با اعداد 7 3 6 9 که تکرار مجاز نیست، چه عددی میتونیم بنویسیم؟
بزرگترین عدد رو می نویسیم 9 3 رقم. بعد از 9 کدوم از اینا بزرگتره؟ 7. بعد از 7 6. تمام شد. 3 رقم میخواد نه 4 رقم بنویسیم. 976. تکرار مجاز نیست. پس این جمله میبینید که چقدر جواب رو تغییر میده. تکرار مجاز نیست شد 976، وقتی که این نبود شد 999. پس این رو انشالله که به صورت کامل یاد گرفته باشید. 2 تا سوال داریم. کوچکترین عدد 5 رقمی اولینش. کوچکترین عدد 5 رقمی چی بنویسیم؟ چه جوری بنویسیم؟ عدد 5 رقمی 5 تا رقم باشه. اول ببینید 5 تا جا خالی بذار. 1 2 3 4 5. توی هر جا خالی باید یه عدد بنویسیم. درسته؟ حالا آیا گفته تکرار مجاز هست یا نیست؟ نگفته. پس وقتی نگه یعنی شما میتونی تکرار کنی عدد رو. درسته؟ رقمی رو میتونی تکرار کنی. حالا گفته کوچکترین عدد 5 رقمی. عدد 5 رقمی کوچکترین عدد توی رقم‌های 0 تا 9 کوچکترین عدد چیه؟ 0 هست. درسته؟ من میتونم آیا 0 رو اینجا بنویسم؟ میتونم؟ نه. چرا نمیتونم 0 رو اینجا؟ مگه نگفته کوچکترینش؟ چرا نمیتونی 0 اینجا بنویسی؟ چرا؟ خیلی مهمه. چون که اگر من 0 رو اینجا بنویسم، اگر حالا 1 باشه 0 0 0، درسته؟ این رو 5 رقمیه آیا؟ نه. این 0 خونده نمیشه. شما 4 رقمی اینجا نوشتی، پس اینجا هیچ وقت عدد 0 ننویسید. چرا؟ چون که 5 رقمی نیست، 4 رقم میشه. 0 اینجا خونده نمیشه. پس خیلی مهم هست که شما 0 رو همین اول نمی‌نویسید. هر موقع کوچکترین گفت این نکته یادت باشه. خب حالا کوچکترین عدد 5 رقمی، کوچکترین عددی که اینجا میتونم بنویسم 0 نمیتونم. چنده؟ 1 هست. درسته؟ کوچکترین عددی که بعدش میتونم بنویسم چیه؟ 0 هست. اینجا دیگه 0 رو میتونی بنویسی چون رقمی ازت کم نمیشه دیگه. اینجا 0 میتونی بنویسی، اینجا میتونی. چرا من 0 نوشتم؟ چون که 0 کوچکترین عدد هست دیگه. خب کوچکترین عدد 5 رقمی رو از ما خواست. آیا 5 رقم هست؟ 1 2 3 4 5 رقم. بله. پس این کوچکترین عدد 5 رقمی هست. بخونیمش. 10,000. قرار شد 3 تا 3 تا بخونیم دیگه. 3 تا از اینجا جدا میکنیم. اولی چیزی نداشت، دومی 1000 بود. درسته؟ 10,000 و هیچ. اون و هم پاک میکنی. 10,000 تمام شد. پس کوچکترین عدد 5 رقمی شد 10,000. حالا کوچکترین عدد 5 رقمی ببین چی نوشته؟ بدون تکرار رقم ها. نباید رقمی رو تکرار کنی. بسیار مهم. نباید تکرار کنی رقم ها رو. چی کار میکنی؟ اول گفت 5 رقمی. کوچکترین 5 رقمی. 5 تا جای خالی می‌نویسی. 1 2 3 4 5. درست؟ اگه گفت 6 رقمی 6 تا جای خالی میذاری. 2 رقمی گفت 2 تا جای خالی میذاری. درسته؟ خب کوچکترین عدد 5 رقمی. 5 رقمی رو نوشتیم اینجا. 5 تا جای خالی گذاشتیم. حالا گفته کوچکترینش چه رقمی تکرار نشه. اینجا کوچکترین عددی که میتونیم بنویسیم چی هست؟ نگی 0. 0 نمیشه اینجا گذاشت. توی بیشترین ارزش مکانی 0 نذارید. ارزش مکانی هم که دیگه یاد گرفتید. خب 0 نمیذاریم. بعد از عدد 0 چیه؟ کوچکترینش 1 هست. پس 1 رو بنویسیم. درسته؟ خب عدد بعدی چی؟ عدد بعدی من عدد 0 رو میتونم اینجا بنویسم. پس عدد 0 بنویسم. خب بعدی چی؟ بعدی آیا 0 بنویسم؟ مثل این؟ نه. اینجا گفته بدون تکرار رقم. رقمی نباید تکرار بشه. اگر اینجا بیای 0 بذاری ببین 2 بار 0
تکرار شده. پس این یکی از شرط های این سوال رو خراب کرد. پس این سوال اگر اینجا صفر بذاری کاملا اشتباه میشه. خب چی شد؟ کوچکترین عدد 5 رقمی بدون تکرار رقم ها 1 و 0 رو نوشتیم. بعد از عدد 0 اینجا چی بنویسیم؟ کوچکترین عدد چیه؟ 0 هست که اینجا نوشتیم، 1 هست که اینجا نوشتیم، بعدی چیه؟ 2 هست. پس 2 رو باید بنویسی. درست؟ الان دیگه یاد گرفتی عدد بعدی باید چی باشه؟ 0 نوشتیش، 1 نوشتیش، 2 نوشتیش، چی رو ننوشتی؟ 3 ننوشتی. بعد از عدد 3 چی؟ 0 نوشتی، 1 نوشتی، 2 نوشتی، 3 نوشتی، حالا نوبت 4 هست. این شد کوچکترین عدد 5 رقمی. و همین راحتی. حالا میبینید که اینجایی که گفته بدون تکرار رقم ها و اینجا نگفته بدون تکرار رقم ها، تفاوتش رو میبینید. این شده 10,000، این شده 10,234. درست؟ پس این جمله بسیار مهم هست. یه سوال آوردیم با کارت های 0 1 2 3 5 6 8. چی گفته؟ کارت چی بود؟ یکی از نکته هایی که این کارت داشت این بود که تکرار مجاز نیست. با کارت های این الف بزرگترین عدد 6 رقمی زوج را بنویسید. الان ببینید شما بزرگترین عدد 6 رقمی رو بلدید بنویسید، اما اینجا گفته چی؟ زوج. اینم مهم هست. خب ببینید این جور سوالات ممکنه بگه که بزرگترین عدد 6 رقمی زوج بنویسید که مثلا بزرگترین عدد 6 رقمی زوج بنویسید که دهگانش عدد 5 باشه. درست؟ اینجوری میتونید بنویسید که دهگان و یکان هزارش عدد 5 و 0 باشه. خب شرط میذاره بعدش برات، شرط های زیادی میتونه برات بذاره. تو میای چی کار میکنی وقتی اومد شرط زیادی گذاشت برات؟ الان اینجا یه دونه شرط بهت گفته، اما ممکنه 3-4 تا شرط بگه. تو اول میای اینو مینویسی، بزرگترین عدد 6 رقمی، این رو اول مینویسی، اون چیزی که اول ازت خواسته رو مینویسی، بزرگترین عدد 6 رقمی رو مینویسی. وقتی نوشتی به عدد نگاه میکنی، ببینی شرط اول رو داره یا نداره. شرط اول زوج هست، آخرش نگاه میکنی ببینی 0 2 4 6 8 هست یا نه. اگر نبود با تغییرش بدی، اگر بود که دیگه هیچ، میری شرط بعدی. حالا اینجا یه دونه شرط بیشتر نگفته. خب بزرگترین عدد 6 رقمی رو بنویسیم. اولین کار اینه که 6 تا جای خالی میذارید. 2 4 6 تا جای خالی گذاشتیم. بزرگترین عدد 6 رقمی، از بزرگترینش باید شروع کنیم. 8 6 5 3 2 1 0. کدومش بزرگتر از همه هست؟ 8 رو من اینجا می‌نویسم. کارت داری، تکرار مجاز نیست. 8 رو اینجا گذاشتی دیگه نمیتونی دوباره 8 رو برداری بذاری اینجا. 8 تموم شد. بعد از این که 8 رو گذاشتی چه عددی دیگه بزرگتر از همه هست؟ 6. درسته؟ 6 رو هم میذاری. بعد از 8 و 6 چی هست؟ 5. بعد از 5 چیه؟ 3 هست. بعد از 3 چیه؟ 2. و بعد از 2 1 هست. درسته؟ خب الان من شرط اول، شرط اصل رو، اصلی ترین شرطمون رو نوشتم، بزرگترین عدد 6 رقمی رو اینجا نوشتم. حالا قرار هست که شرط اول این شرط اصلی هست، اینا شرط فرعی هست. درسته؟ یا میتونیم بگیم شرط اول شرط دوم، اینجور چیزی برای خودمون میگیم. شرط اصلی رو من اینجا نوشتم. حالا شرط فرعی اول که یه دونه بیشتر نیست، اینجا میخوام اوکیش کنم. آیا این عدد زوج هست؟ این عدد ما یکانش مهم هست. یکانش 0 2 4 6 8 هست یا نه؟ نیست. عدد 1 هست. پس باید چی کار کنی؟ این 1 رو باید تبدیلش کنی به 0 2 4 6 8. درسته؟ خب
یک رو من پاکش میکنم، توی عددها نگاه میکنم ببینم عدد صفر دارم یا ندارم. عدد صفر دارم، نگاه میکنم عدد صفر دارم. عدد صفر رو آیا باید اینجا بذارم؟ نه، اول باید چک کنی که عدد صفر توی اینا، توی عددهای قبلی نذاشته باشی. میبینم صفر نذاشتم، پس صفر میتونم بذارم. حالا اگر صفر اینجا بود چی؟ میری عدد بعدی دو، عدد دو نگاه میکنی میذاری. اوکی؟ پس این قسمت خیلی خیلی مهم هست که اول شرط اصلی رو بنویسی، بعد بیا یکی یکی شرط هایی که بهت گفته رو توی عدد اصلی اعمال کنی و به راحتی به اون عددی برسی که خودش ازت خواسته. سوال دومی، به کوچکترین عدد 6 رقمی فرد را بنویسید. این عددها، این کارت ها اینجا نوشتیم، حالا کارت ها رو برمیگردونیم سر جاش. حالا میخوایم سوال ب رو بنویسیم، کوچکترین عدد چی؟ 6 رقمی. این چی شد؟ شرط اصلی ما، کوچکترین عدد 6 رقمی. 6 تا رقم 1 2 3 4 5 6 تا میکشم. حالا کوچکترین عدد 6 رقمی رو من میخوام بنویسم. کوچکترین کارتی که اینجا داریم چی هست؟ صفر هست. آیا من صفر رو اینجا بنویسم؟ نه. چرا؟ چون که اگر صفر رو بنویسم دیگه 6 رقم نمیشه، 5 رقم میشه. این صفر خونده نمیشه و کاملا اشتباه هست. پس صفر رو نمی‌نویسم. چی می‌نویسم؟ ببین بعد از عدد صفر کوچکترینش چی هست؟ یک هست. پس یک رو می‌نویسم. حالا یک حذف شد. ببین من اینجا یه قرمز بالاش می‌نویسم که یک حذف شد، دوباره ننویسمش. خب حالا چی شد؟ یک رو نوشتم. بعد از یک اینجا کوچکترین کارتی که میتونم بذارم چی هست؟ دو هست؟ نه، صفر رو نذاشتی. صفر اینجا نمیتونستی بذاری اما اینجا حتما میتونی بذاری. پس صفر رو میذارم. بالای صفر یه علامت میزنم که یادم باشه. بعد از صفر چیه؟ یک هست، یک گذاشتم. بعد از یک چیه؟ دو هست، دو رو بنویسم، یه علامت بالاش. 3 4 و 5. خب اینو من نوشتم. چی شد؟ کوچکترین عدد 6 رقمی رو اینجا نوشتم. 1 2 3 4 5 6 رقم هست. حالا میریم شرط ها رو ببینیم. یه دونه شرط بیشتر نداره. مثال میزنم بازم که چند تا شرط داشته باشه، اونم حلش میکنیم. خب یه دونه شرط بیشتر نداریم، فرد باشه. نگاه میکنی به عددی که نوشتی، آیا فرد هست؟ یکانش، بله یکانش. اینجا چی داریم؟ 5 داریم. عدد فرد هست. عدد فرد آخرش باید چی باشه؟ 1 3 5 7 9. درسته؟ که 5 هست. پس این شرط اول یا شرط فرعی درست هست، تیک میخوره. این یکی هم تیک میخوره و شما رسیدید به عدد اصلی که سوال از شما خواسته. شد چی؟ اینو اول بخونیم. 3 تا 3 تا قرار شد جدا کنیم. 865,000 هزار دیگه توی ذهنمون میذاریم. 865,000 و 320. پایین چی میخونیم؟ 3 تا 3 تا جدا میکنیم. 102,000 و 345. به همین راحتی تونستیم سوال رو حل کنیم. یه سوال آوردیم که چند تا شرط داخلش هست. کوچکترین عددی را بنویسید که طبقه میلیون آن 73 باشد و دقیقاً 3 تا رقم 9 در آن به کار رفته باشد. خب یعنی چی؟ ببینید ما این سوالی بود که واقعاً همه چیز در اون وجود داره و اگر این سوال رو بتونید حلش کنید یعنی که این قسمت نوشتن عددها با رقم یا کارت رو به صورت کامل یاد گرفتید. خب کوچکترین عدد رو میخوایم که
طبقه میلیون آن 73 باشد. ببینید من یه جدول ارزش مکانی میکشم. جدول ارزش مکانی ما 4 تا قسمت داشت. یکی هیچی نبود، یکی 1000 بود، یکی میلیون بود، درسته؟ و یکی میلیارد. حالا گفته طبقه میلیون آن 73 باشد. یعنی توی میلیون ها یکان، دهگان، صدگانش فقط 73 باشه. یعنی یه صفر هم اینجا 73. در مورد قسمت میلیارد صحبتی نکرد. این از طبقه میلیونش که شد 73. من بقیه قسمت ها هم یکان، دهگان، صدگانش رو می نویسم. قسمت میلیارد رو حالا توضیح میده. و دقیقاً 3 تا رقم 9 در آن به کار رفته باشد. دقیقاً 3 تا رقم 9 باشه. حالا به نظرتون این 3 تا رقم 9 رو کجا بذاریم؟ اول اومدیم چیکار کردیم؟ طبقه میلیون 73 باشد شرط اول. شرط اول رو گذاشتیم. شرط دوم دقیقاً 3 تا رقمش 9 باشه. شرط اصلی چی بود؟ اینکه کوچکترین عدد رو میخوایم. درست؟ شرط اصلی، شرط فرعی 1، شرط فرعی 2. یا میتونید بگی شرط 1، شرط 2، شرط 3. فرقی نمیکنه. خب شرط 1 کوچکترین عددی که داریم مینویسمش. طبقه میلیون آن 73 باشه. شرط 2 که انجامش دادیم. دقیقاً 3 تا رقم 9. خب ببینید این 3 تا رقم 9 رو من کجا بذارم که کوچکترین عدد به دست بیاد؟ اگر این 3 تا رقم 9 رو توی میلیاردها بذارم خب خیلی بزرگ میشه عددمون. اگه توی هزارها بذارم بازم بزرگ میشه. اما توی یکان، دهگان، صدگان اینجا بذارم 999 عدد کوچکتری نسبت به عددهای دیگه میتونیم بسازیم. پس 999 رو من اینجا میذارم. دقیقاً 3 تا رقم 9 رو گذاشتم. در آن به کار رفته باشد. تمام. دیگه شرطی نگفته. ما چه رقم های اینجا بذاریم؟ قسمت میلیارد که هیچی. اگه قسمت میلیارد عدد 1 اضافه کنیم عددمون خیلی بزرگ میشه. درسته؟ 73 میلیون خورده ای کجا؟ 1 میلیارد و 73 میلیون خورده ای کجا؟ 1 میلیارد تفاوتشون هست. پس قسمت میلیارد چیزی نمی نویسیم چون شرطی نذاشته که قسمت میلیارد هم بنویس. خب حالا توی هزار، یکان، دهگان، صدگان چی بذارم که کوچکترین عدد باشه؟ چی بذارم؟ عدد 0 میتونیم بذاریم. درسته؟ چرا من تکرارش کردم؟ چون اسمی از این نیاورده که تکرار مجاز نیست. یعنی شما اگر نگه تکرار مجاز نیست میتونید تکرار کنید. اینجا هم گفته عدد باشه. درسته؟ نگفته کارت، اسمی از کارت نیاورده. پس جواب این سوال میشه 73 میلیون و 999. به همین راحتی سوال بسیار جالبی بود. مبحث بعدی در مورد مقدار تقریبی رقم ها روی محور اعداد هست که توی محور اعداد ما عددها رو میخوایم به صورت تقریبی جاشون رو پیدا کنیم. چند تا سوال بنویسم حلش کنیم که کامل این قسمت رو یاد بگیریم. 2 تا مثال داریم. یکی روی این محور میخوایم عدد 6 دهم رو پیدا کنیم به صورت تقریبی و روی این محور میخوایم عدد 29 صدم رو پیدا کنیم. عدد اعشاری هست هر دوتاش. خب چی کار میکنیم؟ ببینید گفته مقدار تقریبی. پس این نیست که حتما باید دقیق 6 دهم رو پیدا کنیم. خب به صورت تقریبی باید بدونیم کجا هست. برای مثال این 6 دهم میدونیم که بین عدد 0 تا 1 هست و اگر یک نفر، چون گفته مقدار تقریبی، اگر یک نفر بیاد اینجا علامت بزنه، بین 1 و 2 علامت بزنه، میدونیم که اشتباه کرده. اما میدونیم بین 0 و 1 هست.
حالا 6 دهم رو من پیداش کنم. 6 دهم از 5 دهم بیشتر هست. 5 دهم چرا میگم 5 دهم؟ چون که 5 دهم بین 0 و 1 هست. دقیقاً بین 0 و 1 میشه 5 دهم. درسته؟ نصف هست دیگه. نصف. اینا رو نصف کرد. خب 6 دهم از 5 دهم بزرگتر هست، یعنی بین 5 دهم و 1 قرار میگیره. درسته؟ یعنی 6 دهم ما باید اینجاها علامت بزنیم و پیداش کنیم. اگر یک نفر بیاد مثلا 6 دهم رو اینجا پیدا کنه، اشتباه هست، چون 6 دهم از 5 دهم بیشتر هست، یعنی باید بین اینا باشه. حالا ما 5 دهم رو پیدا کردیم. 6 دهم فقط 1 دهم فاصله داره تا 5 دهم. درسته؟ تا 1 چقدر فاصله داره؟ 4 دهم. میبینیم که فاصله ای که از 1 داره بیشتر هست. پس نقطه ای که ما میذاریم باید فاصلش تا 1 بیشتر باشه. یعنی اگر من یه نقطه اینجا بذارم اشتباه هست. چرا؟ چون فاصلش تا 1 خیلی کمتر هست نسبت به فاصلش تا 5 دهم. اگر این وسط بذارم چی؟ بازم اشتباه هست. چرا؟ چون که این فاصله این دوتا با هم یکی نیست، مساوی نیست. یه ذره این ورتر که فاصله بین 5 دهم کمتر از بین 1 باشه. درسته؟ فهمیدین چی شد؟ اینجا این قسمت 1 دهم فاصله هست، اما این قسمت 4 دهم فاصله هست. درسته؟ باید فاصله ها به صورت تقریبی رعایت بشه. به این میگن تقریبی. شما اگر بیای اینجا علامت بذاری کاملا اشتباه هست. پس وقتی گفت تقریبی اینجوری نیست که هر جا دوست داشتی علامت بذاری. باید تقریبا دقیق باشه. خب عدد بعد رو ببینید. 29 صدم. یه نگاه به محور کنیم. 0، 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم. محور ما کوچیک شده. یه دونه پله از این یکی اومده پایین تر. این 0، 1، 2، 3 بوده. این 0، 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم. فکر کنید بین 0 تا 1 رو اومده بزرگش کرده. شده 0، 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم، 4 دهم، 5 دهم، 6 دهم تا 9 دهم. درسته؟ که بعدش میرسه به 1. فکر کن این قسمت رو اومده بزرگش کرد. خب حالا 29 صدم کجا هست؟ 29 صدم بین چی هست؟ بین 2 دهم تا 3 دهم هست. درسته؟ ما میتونیم اینجا رو 0 بذاریم. توی فصل اعشار به صورت کامل این قسمت ها توضیح داده میشه. درست؟ خب این 1 دهم تبدیل شد به 10 صدم. 2 دهم تبدیل شد به 20 صدم و 3 دهم تبدیل شد به 30 صدم. حالا 29 صدم بین 20 صدم تا 30 صدم هست. درسته؟ خب بین 20 صدم تا 30 صدم هست. ما همیشه میایم عدد وسطش رو پیدا میکنیم. عدد وسط مثل اینجا اومدیم عدد وسط پیدا کردیم. عدد وسط رو من پیدا میکنم. عدد وسط 20 صدم و 25 صدم چی میشه؟ 20 صدم و 30 صدم چی میشه؟ میشه 25 صدم. درسته؟ این 25 صدم رو من می‌نویسم. حالا این عددی که گفته پیدا کن کجا هست؟ از 25 صدم بیشتره یا کمتره؟ خب معلومه دیگه. 29 صدم از 25 صدم بیشتره. پس نقطه‌ای که میذاریم باید توی این قسمت باشه. درست؟ اگر نقطه بیا اینجا بذاری کاملا اشتباه هست. خب 25 صدم تا 30 صدم باید نقطه‌ای که میذاریم توی این محدوده باشه. حالا به نظر شما 29 صدم مثل این فاصله که گفتم 29 صدم تا 30 صدم بیشتر فاصله داره یا 25 صدم؟ معلومه دیگه. تا 30 صدم فاصله کمتری داره، خیلی کم، 1 صدم فاصله داره. اما تا 25 صدم 4 صدم فاصله داره. درسته؟ پس یه نقطه‌ای باید بذاریم که از 25 صدم دور باشه و به 30 صدم نزدیک باشه. چه نقطه‌ای؟ من مثلا نقطه اینجا میذارم. اینجا فاصله بین اینجا 1 صدم هست و فاصله بین اینجا
400 هست. فاصله کاملا رعایت شده، پس درست هست. این نقطه‌ای که گذاشتیم اینجا کاملا درست است. این هم از مقدار تقریبی رقم‌ها روی محور انشالله که به صورت کامل یاد گرفته باشید. یه مثال دیگه بزنیم که کامل تر یاد بگیرید. یه مثال دیگه آوردیم که محور رو ببینید 0 20 میلیون 40 میلیون 60 میلیون. خب و یه عدد بهمون داده. چی عدد هست؟ بخونیمش. سه تا جدا میکنیم. 58 میلیون و 457 هزار و 263. خب 58 میلیون و خورده ای بین کدوم یکی از این عددها هست؟ بین 0 تا 20 میلیون هست؟ نه. بین 20 تا 40 میلیون هست؟ نه. میدونیم که بین 40 تا 60 میلیون هست. درسته؟ خب پیدا کردیم که کجا هست. توی کدوم بازه هست؟ بازه‌ای که محور بهمون داده. حالا 40 تا 60 میلیون کافیه چیکار کنیم؟ کافیه که این وسطش رو پیدا کنیم. همیشه گفتم وسط اون بازه‌ای که پیدا میکنید رو پیدا کنید. وسط این بازه چه عددی میشه؟ 40 میلیون 60 میلیون بینش چی میشه؟ میشه 50 میلیون. وسطش میشه 50 میلیون. خب حالا 58 میلیون خورده ای از 50 میلیون بیشتره یا کمتره؟ معلومه بیشتره دیگه. درسته؟ پس این بازه میشه بازه‌ای که مد نظرمون هست. همینجور بازه رو کوچکتر میکنیم که برسیم به این عدد به صورت تقریبی. این مهمه. خب حالا 50 میلیون 60 میلیون رو پیدا کردیم، بازه 10 میلیونی رو. خب حالا 58 میلیون خورده ای 58 میلیون رو پیدا کنید شما. اون عدد رو به صورت تقریبی میتونید پیدا کنید. دیگه نیازی نیست که 58 میلیون و 457 هزار و 263 رو دقیق پیدا کنید. به صورت تقریبی میخوایم پیدا کنیم. خب حالا 50 تا 60 میلیون چند قسمت هست؟ چند تا 1 میلیون هست؟ 10 تا قسمت. درسته؟ ما میتونیم اول 10 تا قسمتش کنیم یا نه؟ این کار نمیخوای کنی، 10 تا قسمت طولانی میشه. چه کار میکنی؟ میای بین 50 و 60 رو دوباره وسطش رو پیدا میکنی. وسط 50 میلیون و 60 میلیون میشه چند میلیون؟ میشه 55 میلیون. درست؟ 55 میلیون. حالا خیلی کوچیک نوشتم دیگه. حالا 58 میلیون میبینیم که از 55 میلیون بازم بیشتر هست. پس 58 میلیون بیشتر نزدیک به 60 میلیون هست. پس یه نقطه میتونیم بذاریم نزدیک به 60 میلیون. حالا چرا؟ یه ذره بین 55 میلیون تا 60 میلیون چک کنید ببینید. من نقطه رو یه خورده نزدیک به 60 میلیون گذاشتم. چرا؟ چون که 58 میلیون به 60 میلیون نزدیکتر هست تا 55 میلیون. درسته؟ فکر کنید 58 میلیون هست. 58 میلیون تا 60 میلیون 2 میلیون دیگه مونده. اما 58 میلیون تا 55 میلیون 3 میلیون میخواد. درسته؟ پس این قسمت این بازه تقریبا 3 میلیون هست و این بازه تقریبا 2 میلیون هست. این تقریبا ها دقت کنید چون مقدار تقریبی رقم ها رو میخوایم. این هم از این قسمت مقدار تقریبی رقم ها روی محور تمام شد. رسیدیم به آخرین بحث این قسمت، مقایسه عددها. میخوایم بفهمیم که عددها کدومش بزرگتره کدومش کوچکتره یا چرا مساوی با هم هستن. خب اولین کار اینه که من عدد 1 رو بیارم پایین. عدد 1 رو پیداش کردم. خب اولین کاری که توی مقایسه عددها میکنیم اینه که شمارش کنیم. حالا شمارش یعنی چی؟ عددها رو رقمهاشو بشماریم. برای مثال یه دونه عدد من اینجا می نویسم. چند تا هست؟ 6 تا عدد هست. میخوایم مقایسه کنیم با این عدد.
به نظر شما کدومش بزرگتر هست؟ اگر نگاه کنیم میبینیم که این همش 9 داره، اما این 1 داره، 0 داره، 2 داره، درسته؟ به نگاه کردن اگر باشه ما میگیم این یکی بزرگتر هست. اما باید اولین کاری که میکنیم، دو تا عدد رو میخوایم با هم مقایسه کنیم، اولین کار اینه که شمارش کنیم. چیو؟ رقمهاشو. چند تا رقم داره هر کدوم؟ این 1 2 3 4 5 6 تا رقم داره. این یکی چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا رقم داره. این عدد بزرگتری هست. اونی که شمارشش بزرگتر باشه اینجا عدد بزرگتری هست. فرقی نمیکنه چه رقم هایی داخلش باشه. این همش 9 هست اما 6 رقم هست. این یکی به نظر کوچکتر میاد اما 7 رقم هست. پس این بزرگتر هست. خب حالا اگر هم دوتاش هم رقم بودن، این 6 تا رقم بود اون 6 تا رقم بود، چی کار کنیم؟ برای مثال این صفر وجود نداشت. مرحله دوم داریم. مرحله دوم چی هست؟ اینم عدد 2. مرحله دوم چی هست؟ این که بیایم از ارزش مکانی استفاده کنیم. یعنی چی؟ من به صورت خلاصه اینا رو نوشتم. ارزش مکانی یعنی چی؟ یعنی که بیایم از با ارزشترین رقم شروع کنیم. با ارزشترین رقم شروع کنیم و چک کنیم هر دوتاشو. یعنی چی؟ من مثال بزنم. خب اینو ببینید. ارزش مکانی رو میخوایم ببینیم. اولین کار این دوتا عدد شمارش میکنید. شمارش کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 رقم داره. درست؟ بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8. این هم 8 رقم داره. دوتا شمارشش مساوی شد. میره مرحله دوم، ارزش مکانی رو میخوایم چک کنیم. ارزش مکانی از بزرگترین ارزش مکانی، از با ارزشترین عدد. با ارزشترین عدد سمت چپی هست. توی این عدد رقم سمت چپ با ارزشترینش هست، یعنی عدد 9. درسته؟ عدد 9 اینجا با ارزشترینش هست. توی این چی؟ توی این هم سمت چپترین، یعنی عدد 9 با ارزشترینش هست. زیرش خط بکش. آیا اینجا 9 هست اینجا هم 9 هست، با هم مساوی نیستن؟ بله اینجا مساوی. میری عدد بعدی رو چک میکنی. 8 اینجا داریم اینجا هم 8 داریم، بازم مساوی هست. اینجا 5 داریم اینجا 5 داریم، بازم مساوی هستن. اینجا 7 داری اینجا 8 داری. رسیدی به جایی که باید تصمیم بگیری. فرق کرد با هم، مساوی نشد. پس باید چیکار کنی؟ 7 بزرگتره یا 8؟ اینجا چیزی هست که تعیین میکنه. 7 بزرگتره یا 8؟ 8 بزرگتره. پس این عدد بزرگتر هست. درسته؟ به این نگاه نکن که آخرش این 3 تا صفر داره ولی این آخرش 12 داره. 0 12 داره. نگو این بزرگتره. درسته؟ پس از با ارزشترین ارزش مکانی باید با ارزشترین رقم باید شروع کنی و چک کنی. این هم از این دوتا نکته که برای مقایسه عددها لازمتون میشه. چند تا مثال بسیار عالی داریم. این عددها رو میخوایم با هم مقایسه کنیم. اولی شروع میکنیم. اولین کار چیه؟ شمارش هست. شمارش کنیم. 1 2 3 4 5. 5 تا رقم داره. این یکی چی؟ 1 2 3 4 تا رقم داره. همین الان معلوم شد که کدومش بزرگتر هست. به راحتی اونی که 5 تا رقم داره بزرگتر هست بدون اینکه چک کنی رقمهاش چی هست. خب میرسیم به بعدی. بعدی ببینید عدد اعشاری هست. توی عددهای اعشاری یه نکته بسیار مهم هست. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما
باید قسمت صحیح اعداد رو شمارش کنید. یعنی چی؟ یه عدد اعشاری برای مثال 1 و 14 با رنگ مشکی بنویسم. 1 و 14 از 3 تا قسمت تشکیل شده. اینو توی قسمت فصل اعشار به صورت کامل توضیح میدیم، اما از 3 قسمت یک عدد اعشاری تشکیل شده. قسمت اول عدد صحیحش هست، عدد هست، به عدد 1 میگن عدد صحیح. به اینجا ببینید 321 و 989 هزارم به 321 میگن عدد صحیح. درسته؟ و قسمت دوم اعشارش هست یا ممیزش هست، اعشار یا ممیز. و قسمت سوم قسمت اعشاری هست، اعشار یا ممیز با اعشاری اشتباه نکنید. خب عدد صحیح، اعشار یا ممیز یا و اعشاری. خب ما اینجا شمارشی که گفتیم فقط مربوط به عدد صحیح هست. یعنی اگر 2 تا عدد اعشاری داریم میخوایم با هم مقایسهشون کنیم، باید عددهای صحیحش رو شمارش کنیم. حالا یعنی چی؟ بیا اینجا ببین. 321 و 989 هزارم، 322 1 هزارم. چی کار کنیم؟ این چند تا شمارش میخوایم کنیم؟ چند تا هست؟ چند تا رقمه؟ 3 تا رقمه. نمیای بگی 6 تا رقمه، اشتباه هست. این قسمت اعشاریشو در نظر نمیگیری، برای قسمت شمارش فقط. پس اینجا 3 رقم هست، اینجا چند رقم هست؟ اینجا هم 3 رقم هست. سمت چپ اعشار رو در نظر بگیر، سمت راست مهم نیست. خب حالا 3 با هم مساوی شد. میریم مرحله دوم، ارزش مکانی. از بیشترین ارزش مکانی، از با ارزشترین ارزش مکانی شروع میکنیم. با ارزشترینش چنده؟ اینجا 3 هست، اینجا چنده؟ اینجا هم 3 هست، با هم مساوی هستند. میریم بعدی. اینجا 2 هست، اینجا چیه؟ اینجا هم 2 هست. میریم بعدی. اینجا 1 هست، اینجا چنده؟ اینجا 2 هست. همینجا با هم فرق میکنه. این 1، این 2. کدومش بزرگتر هست؟ 1 یا 2؟ 2 بزرگتر هست، پس به همین راحتی 2 بزرگتر. اینو اگر ببینی 989 هست آخرش، اما این 1 هست آخرش. پس چرا این یکی بزرگتر شد؟ چون که ارزش مکانی مهم هست. درست؟ این از این. خب بریم بعدی. اینجا جایی هست که این رو به صورت کامل درکش میکنیم. چرا شمارش رو نباید انجام بدیم اونجوری؟ اینجوری اگر اینجا انجام میدادیم 1 2 3 4 5 6 تا 1 2 3 4 5 6 تا، خب با هم مساوی شد. چه ربطی داشت؟ چه فرقی کرد؟ ما اینجا 3 تا شمارش کردیم، 3 تا شمارش کردیم. خب می اومدیم همش شمارش میکردیم، فرقی نمیکرد. اینجا فرق میکنه، اینجا فرق میکنه. خب فرقش چیه؟ ببین اول میخوام شمارش کنیم. شمارش کن، قسمت عدد صحیحش رو شمارش کن. اینجا یه دونه هست، اینجا چند تا هست؟ اینجا هم یه دونه هست. درسته؟ اما اگر می اومدی قسمت اعشاریش هم شمارش میکردی چی میشد؟ اینجا 2 تا میشد که کاملا اشتباه. اینجا 2 تا میشد، اینجا 1 2 3 4 5 تا میشد. درسته؟ پس همون اولش باید اینجوری میزدی که کاملا اشتباه است. خب حالا ببین شمارشش یکی شد. میریم قسمت ارزش مکانیش. ارزش مکانی عدد این 3 هست و این یکی 3 هست، با هم مساوی هستند. خب ارزش مکانی بعدی چیه؟ میایم بعد از اعشار. دقت کنید که بعد از اعشار همون ارزش مکانی هست که مثل عددهای عادی انجام میدادیم. عدد بعد از اعشار چیه؟ 1 هست. اینجا عدد بعد از اعشار چیه؟ 0 هست. پس کدومش بزرگتره؟ 1 بزرگتره یا 0 بزرگتره؟ 1. پس به این صورت میشه. اگر شما می اومدین شمارش رو
اعشاری ها هم شمارش میکردیم همون اول اینجوری میزدیم که کاملا اشتباه بود. پس دقت کنید به این قسمت اعشاری که نکته بسیار مهمی داره. خب به پایان این قسمت رسیدیم. انشالله که به صورت کامل این مبحث ها رو یاد گرفته باشید. حتما منتظر قسمت بعدی باشید که مباحث جدیدی توضیح میدیم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار. لایک و سابسکرایب یادتون نره.